دوبله شده در استودیو جم. باورم نمیشه این کارو میکنیم. اینقدر قور نزن. مگه چی؟ انگار تا حالا گرسنه‌ای نکردی. مثبت فکر کن. مگه بعد یه پولی هم بگیریم زینب؟ فادی دختر یکم فکر کن. با انعام و اینا یه 200 لیری به جیب میزنی. بیا بریم دیگه. ببینم میتونی تصور کنی ارم ما رو توی این لباس ببینه چی سرمون میاد ها؟ میتونی؟ میتونم تصور کنم. اما چاره دیگه ای نداریم. فاتح. آره فاتح گفت بهم اعتماد کن. صبر کن عزیزم، هنوز برای قضاوت زوده. بریم پیششون، باید بفهمیم چی به هم دیگه میگن. فادیک دیوونه شدی؟ نگاه کن، با دوست دختر سابقش نشسته رومانتیک داره غذا میخوره، اونم کباب. نه زینب، فاتح پسر خوبی، همچین کاری نمیکنه. من میرم ببینم چه خبره. فادیک وایسا دیگه. بفرمایید نوش جونتون. تو اینجا چی کار میکنی؟ من میدونین چرا به مشتریا نمیرسی؟ آره راست میگین، مشتریا. اینجا یه ذره گرد و خاک گرفته بود، اونجا رو تمیز کردم. ببخشید هنوز تموم نشده. اینا خیلی سرد شده، میگم تازه‌شو واسهتون درست کنن، داغ واسهتون بیارن. آره. این که فاتح نیست، میدونستم نیست. ارم خانم خیلی عذر میخوام، اتفاق پیش میاد. عذر میخوام. بفرمایید خانم، معذرت میخوام. چی کار داری میکنی؟ اون نیست. چی؟ فاتح نیست. مطمئنی؟ آره دیدی گفتم این پسر خوبی بهت خیانت نمیکنه. بودو زود باش بریم دیگه. بریم. خانوما کجا دارین میرین؟ ما چیکار میریم آشپزخونه. آشپزخونه اون طرفه. فادیک ببین، من بهت گفتم آشپزخونه اون بره که حواست کجاست، بریم اون بر. آره راست میگی، گفتی. اینم اینجا جا مونده. تو کل 20 سالی که کار کردم گارسونای به درد نخوری مثل شما ندیده بودم. دیر اومدین که هیچ، آرامش مشتریمونم به هم زدین. آقا خیلی معذرت میخوام، بشقابا یهویی از دستم سر خورد افتاد رو زمین. بگم اونا از دستت سر خورد. خب تو چی؟ من غذای مردم از جلوشون برداشتم. میدونین چون غذا یخ کرده بود، سرد شده بود دیگه، میخواستم یه غذای داغ بهشون بدم. خب براشون بردی؟ نتونستم ببرم چون درست همون موقع چیز شد. خب اون چیزی از دستم سر خورده بعدش. نه این دیگه آخریشه. یه بار دیگه از اون کاریابی به هیچ وجه نیرو قبول نمی‌کنم. نمیتونم هر بار به خاطر احمقایی مثل شما. بسته دیگه، احمق خودتی. حرف دهنتو بفهم، هرچی هیچی بهش نمیگم. بسته، ما استعفا میدیم. فادیک رو بیافریم، بریم دیگه. صبر کنین ببینم خیر باشه. کجا؟ به تو چه آقا جون، راه رو باز کن، میخوایم بریم. ما استعفا دادیم دیگه. ای بابا تموم شد رفت. تو خیال کردی کی هستی ها؟ مهم نیست که من خیال میکنم کی هستم. مهم ضرر هنگفتیه که شما به این رستوران زدین و تا این ضرر رو پرداخت نکنین هیچ جایی نمیتونین برین. همش ستتونه بشقاب بوده. ای بابا، وقتی ماشین ظرفشویی هست برای چی باید این همه ظرفو با دستامون بشوریم؟ این روش تصفیه حساب فقط مال فیلما نبود؟ فادیک تا حالا دقت کردی؟ هر بار تو دروغ میگی همش کارمون به همینجا میرسه. این شستشوها شروع میشه خانم. ای بابا،
پشت همه این دروغا خود تویی. فکر کن ببینم زینب خانم ما چرا اینجاییم ها؟ که شوهر تو رو تعقیب کنیم. خب شوهرت واقعا شوهرته؟ ها؟ نه. خب من برای چی بهش میگم شوهرت؟ چون شما توی زندگی مشترک دروغین هستین. میخوای همینطوری برات بشمرم؟ خیلی خوب دیگه، عصبانی نشو. باشه قربونت برم، بشور بریم دیگه. یه تشکرم ازم بکن بی وفا. خیلی ممنون فادیک. اما ببین اینم بهت بگم این که فاتح امروز اینجا نیست دلیل نمیشه که کلکی زیر سرش نباشه ها. من دلم آروم نشده هنوز. آره فداشم، میدونم با آرامش مشکل داری. اوه چقدر تنبلین. یالا دست به جمونی، زود باشین. همه ظرفا رو هم جمع شده. هنوز تا شب کلی ظرف کثیف هست. به کارت برس. اینا دارن دروغ میگن. کشتی نیست، با کشتی رو افتاده دیگه. گزینه دومی هم هست. میدونم چه کارتون کنم. کامیل، جواد، این کشتی کیه؟ چطور مگه؟ حال اینه. باشه کاپیتان، زود باش راش بنداز. بجون را میافتی. تو حالت خوبه؟ فاتح صبر کن ببینم کجا بریم. چی داری میگی؟ چه خبره؟ حرف نباشه دروغگوها. شوکت بابا رو آبه. میدونم. بابا تو دیوونه شدی برادر من؟ بابا میگم باید زود پیداش کنیم. پای مرگ و زندگی وسطه. این دومات باز داره خلبازی در میاره. انگار وقتشه باز پرتش کنیم ته دریا. فاتح جون قربون شکل ماهت برم. چرا حرف آدم حالیت نمیشه؟ آقا صبح اومد بعد سوار ماشینش شد رفت. کاپیتان تمام کشتی رو برداشت برد سرویس. حالت خوبه؟ بریم دکتر. وقتی مریم خانم رو رسوندم داشتن میرفتن طرف ماشین. آره باشه فهمیدم. عجب آدمی ها. چه خبره؟ خب زورم بر نگشت نه؟ برو دیگه. بابا به شما میگن آدم آخه. بابا مگه دستم. چه خبره؟ جوب بازی میکنین؟ بالاخره کارتون بهم میفته دیگه. دارم براتون. بلش کن بابا خندیدیم. بابت منم میشه. بیا. بعد از 26 سال دوباره با من فرار کردی شوکت؟ اونم به همونجا. خیلی حرف میزنی. پیاده شو. Kimse almasın seni, kimse almasın seni, yine bana kalasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni, yine bana kalasın. بیا دیگه مریم، به چی زل زدی؟ نترس، اینجا هیچ کی ما رو پیدا نمیکنه. وقتی تو پیش منی شوکت، من از هیچ کس و هیچ چیزی ترس ندارم. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen oy? Sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin? چرا اونجا وایسادی؟ بیا دیگه. نترس. شوکت دیوانه، تو با من چی کار میکنی؟
dağın arası, oy iti dağın arası. Yüzünden silinmesin, yüzünden silinmesin nikahımın yarası. Yüzünden silinmesin, oy yüzünden silinmesin nikahımın yarası. Oy. Ayfer. Ay. Barı چی به ورزش باشگاه ماشگاه بمیرم دیگه نمیام پاها من کار افتاده خب راست میگی. آی نگو یادگار جان، دستم یه جور پام یه جور میشکنه. خواهرنگار رفتم زیر کامیون. لقمه گنده تر از دهنت که برمیداره اینجوری مثل کیسه ماست یه گوشه میافتی. اوی ننم کمرم همه جام خوش شد. ای وای خدا. یادگار ببین خواهر، خیلی داغونی ماساژ بدم. نمیخوام. بیاین شاید دردتون کمتر شه. اوی قربونت جوجه طلاییم برم، قربونت برم مامان، الهی دورت بگردم. آی دستم نمیرسه بردارم تو بذار اونجا. اوی بابا شما باید برین تو ساحل پیاده روی کنی. شما رو چی به اروبیک و فیتنس آخه. شما دیگه پیر شدین، قبول کنین. اوی بچه پرو، خدا رو شکر حال ندارم، میگیرم لهت میکنم. بازم کلاس زومبا میخواین بری؟ من هرچی تو رو زیر دست و پام زومبا کنم که حالت جا بیاد. نیم وجبی سر به سرمون میذاره. خواهر ببین یادگار، همه جامون فلج شده ولی خوب دووم آوردی. بابا اون خواهرزاده قصاب چه توفه‌ای بود. اون عضلات چی بود تو بازوهاش خواهر؟ ای والله، هی مثل آرنولد شوارزنگر بود. اون دیگه کیه؟ ترمیناتور رو ندیدی؟ هر کی میبینه عاشقش میشه. چطور نمیشناسی؟ تلفنم. الیپس تو تلفن زنگ بزن بیا گوشیم بده من. اگه دمپایی نداری برات بیارم. اوی بچه پرو بیا ببینمش. نمیتونم پاشم. الو عمه جون، منم فاتح. اوی فاتح چطور پسرم؟ خوبم عمه جون، دنبال شوکت بابا میگردم. اوه ببینم این روزا میونتو خیلی خوب شده. آره درسته خوبه. گوشیش خاموشه، گفتم شاید خونه باشه. نه ندیدمش. بهش زنگ نزدی؟ انگار شارژش تموم شده، پیداش نکردم. منم گفتم به تو زنگ بزن. اگه پیداش نمیکنی زحمت نکش، وقتی خودش بخواد گوشیشو روشن میکنه. هنوز پدرزادتو نشناختی. باشه عمه جون باشه، معذرت میخوام که مزاحمت شدم. مراهمی. اوی فاتحه. پسر ماهیه. خیلی بچه مؤدبیه، خیلی خیلی خوش شانسی. یکی اینجوریش هم نصیب ما بشه. پاشو یه پمادی چیزی وردا بیار بزنیم به لنگ و پاچمون دختر. پاشو حالا اینا رو ول کن، یه غذای چیزی بردار بیار بخوریم، گوش نمونه. ای بابا پاک منو خدمتکار خودتون کردین. اوف برو ببینم زبون دراز. اوی کار من